هر انسان بسان کلیات بزرگ است که از آن چیز باید برداشت و چیز دیگر را فرو باید بگذاشت و گروه ایجادی ما خیلی سعادتمندیم که این مراتب از حضور همین سان انسان خجسته که از روی شمار فضیلت‌هاش بر جرم‌هاش غالبیت یافته بهر شما بیننده هوشمند قصه خواهیم کرد. هنرمند ارشد تئاتر و سینمای تاجیک، همزمان دراماتورگ عبدالودود فیضی. اینک بفرمایید. عبدالودود فیضیف مردی غیور تاجیک 80 ساله زاده شده در دل وطن شهر دوشنبه گلبدامن سال 1942 ختم کرده دانشگاه تئاتری و رسامی شهر تاشکند در سال 1964 اینک راهی طی کرده. سالهای 1965 1979 هنرمند تئاتر دولتی اکادمی دراماوی به نام ابوالقاسم لاهوتی، سالهای 1979 1986 سرکارگردان سریدوره پروپاگاندای تلویزیون جمهوری. از سال 1986 تا امروز هنرمند تئاتر دولتی دراماوی روسیه به نام ولادیمیر مایاکوفسکی شهر دوشنبه. образهای آفریده: رئوف اسپکتاکل امتحان انصاری، دوبچینسکی اسپکتاکل مفتش گوگل، رسام اسپکتاکل عالم پراسرار، یوسف استالین اسپکتاکل یوسف و نادژدا کوچکینا، شوکریم اسپکتاکل گوهر شبچراغ، پیسکاریوف اسپکتاکل حکایه‌های اولین چخوف، سوداگر اسپکتاکل راهزن و کوزگر مهمانبختی، دیوپره اسپکتاکل دیوانگی سال 1793 پیتر وایس و باز دهها образهای نمکین دیگر. اثرهای تالیف شده: زهر قاتل، گرداب زندگی، طاهر و زهرا، وسام و لیلی، چی باید کرد و باز چندی دیگر. قدردانی ها: اعضای اتفاق اربابان تئاتر تاجیکستان از سال 1968 دارنده مدال بخشیده به 100 سالگی از سال 1970 علوچه فرهنگ جمهوری تاجیکستان از سال 1998 دارنده اردن شرف از سال 2002 مرد شریف، دراماتورگ، هنرمند هوشمند، یار وفادار، پدر غمگسار و باباجان پرکار همدان، وطندار عبدالودود فیضی. Нет, правда. Нет, она удивительная женщина. Удивительная. Жената на тебе 7 лет. А кажется, венчались только вчера. Честное слово. زندگیش را ساخت مرحله به مرحله، افتاده و خیسته، آزاده آهنگی فضای روزگار پر از تلاش و ایجادش را حسن میبخشید. در آغوش تئاتر چون ذهن و ذوقش نوازش یافت، قامت هنرش راست شد و گامها استوار گردیدند و رخسار obrazهاش ارغوانی گشتند. یعنی مرحله به مرحله افشای راز و نیاز هنر و درک موجب بودن هنرمند جوان را به یک چهره سرشناس عالم فرهنگ تبدیل داد. یگان چیز همین خیلی به دست نآمده است، یعنی همش با مهنت حلال. یعنی خودم خواندم به دستگیری یگان کس. پدر و مادر امکاناتی نداشتند که مثلا من یک کمک مادی رسانده توانم. تا حتی وقتی مادر میپرسید، وقتی که من دیگر شهر بخواندم، مادر تلفن به میپرسید که پسرم یگان یاردم در کار میگفتم که نه، همش ساز، همش ناز. یعنی من میدانستم، برای همین میدانستم که شرایط ندارد و قرض کردم و من میفرستاند و بعد عذاب میکشد. همه اینه ما فکر میکردیم، برای هم میگفتیم که نه، همش 100% از یگان چی کمبودی ندارم. ما همیشه باور میکنید میگه نخوان حاصل و گفتن آدم خنده آدم میبیاد. همین میگفتیم که پخته میشود، همون پخته پول کار کنیم و یک سر لباس کنیم. همونجا دیگه بعضی ها نمیچیندن و کم میچیندن، کم میچیندن
ما کوشش میکنیم زیادتر چینیم، زیادتر میچینیم. بعدی که حسابی کتاب کردن پول زیادش ما میدادن، ما آماده شیم میخریدیم، کاستیوم میخریدیم، یک پالتو میخریدیم. بعد دانشگاه رو تمام کردم، بعدی من خدمت حربی رفتم، آنجا هم تمام کردم با موفقیت. بعد اومدم سری کار. ما فکر کردیم که جوان میبینیم ارزو حواسو بسیار، من هم حوزه کنوبه میگیرن، تلویزیون دعوت میکنن، تئاتر به رول نقشای اساسی میدین. دیگه این همه خیالی خام برآمد. جوانی که بعد از دانشگاه تمام کرده خدمت حربیه کردگی باید اکنون زن گیرد. با بالا این اجاره میستاد بشتم اجاره گیرد. انا همین وایها وزنینی ها برآمدیم، یعنی نترسیدیم، نه هراسیدیم، نه گریختیم، وظیفه عوض نکردیم. یعنی بدتر به ما پیشنهاد کردن که به من پیشنهاد کردن که معلمی کن، یعنی راهبری کروژاک شو در مکتب، در خانه پیانیران، بعد در دانشگاه صنعت دعوت کردن معلم شو. یعنی از این طرف کمی بیش زندگی من بهتر شد، یعنی روی بیای افتید. بعد خیلی نقش هم آیسته زیادتر شدن. در کینو هم دعوت کردن، در تلویزیون هم دعوت کردن، در چایخانه دلکشای و در نویله های تلویزیون و بیغیر از پند و همین نمایش ها زیاد بودن و ما قریب که هر ماه یک مرتبه دو مرتبه البته برآمد میکردیم. یعنی زندگی ما خوبتر شد. جوان ها حاضر به سختی تاب نمیبیارن. اینا فکر میکنن که عشق و عاشقی این همین لباس نو پوشیدن، کرنای سرنای نواختن، توی تماشا، خورسندی، تمام حیات همین خیلی میگذرد. اینا فکر نمیکنن که در زندگی پستی بلندی فتنی گپا هست. یعنی هر روز ایدنه کلچه خوری. این رقص و بازی و کرنای نوازی و حافظی کنی و این چیزا میگذرد. سیر و گشت کردن و با ماشین ها گشتن و اینا همش میگذره. یک روز، دو روز، سه روز. بعد زندگی اساسی سر میشود. بعد کمبودی زندگی معلوم میشود. چی کم بودی؟ اگر همین به تاب آورده توانی، هر دو زنده شود یک گریبان سر برانند، من نگفتم یک گریبان سر برانند جدا نمیشود. عقل هست، فراسات هست. ما بسیار صرفه‌کارانه روزگار میبردیم. اگر ما یک تلویزیون اگر گیریم با کردیت، اگر ما نسیه گیریم اگر ما خرسند میکنیم، شاد میشدیم که ما صاحب تلویزیون شدیم. اگر ما یگان مگنیتوفون گیریم ما همه شادی میکنیم. چیلی که حاضر بچه ها از همه چیز مهیا است. ما همینه صفحه‌کارانه روزگار میبردیم، یعنی اویله ساختیم. یا چیزی که خدا ما مثلا خدا ما ساختیم، هیچ کس ما نساخته است. انا همین چیزا ما همین خیلی کردیم که من همیشه از برادران ما مثال میبرم، میگم اینا اویله ساخته نتوانستند. زنهاشون بد نبود، اویله ساخته نتوانستند. حاضر شما گفتید، مثال آوردید و منم همیشه میگم که ما یک گریبان سر برآورده، یک تمام چیزی خانه هم میگرفتیم، یک تمام روزگار میکردیم. و همین وای آیسته هیچ چیز نداشتیم. هیچ باور نمیکنید که ما هیچ چیز نداشتیم. و حتی زنم بعضا میگوید که ما کاسه نداشتیم که مهمان شروع بکشیم. یک کاسه بود و دو کس. پلاس نداشتیم. تلویزیون نداشتیم. خانه نداشتیم. همش آیسته شد. حاضر همه چیز داریم، راحتش میبینی. خیلی ما عذاب کشیدیم. من صاحب خانه هم شدیم، صاحب چای هم شدیم، صاحب عائله دار هم شدیم، فرزند دار هم شدیم. من خدا رو شکر حاضر نبیره ها هستن، ابیره ها هستن. لیکن در خانه پیانیران من با کروژاک های صورتگیری، صورتکشی میرفتم. همونجا راهبری کروژاک دراموی و بودن لطیپوف. همونا یک سپیکتاکل میموندن، همون سپیکتاکلش هم یک آدم کسل شده است، یک اشتراکچی. بعد من گفتم سری شیری اینجا بیایید، شما نمیخواهید ما مثلا یاردم دید به ما یک آدم ها کسل شده که ما دو سه روز پس
برآمد داریم. من گفتم من از بدش میبرم نمیبرم. گفتم ما یاردم میدیم. بعد نوشته دادن چیزایی با یک مشق کردیم. از همونجا سر شد. باری اول از همونجا سر شد. پروژه که رباب میرفتم. همونجا سر شد. عشقم همین با همین درام با عشقم چی میگن ذوق هم پیدا شد و شوق هم پیدا شد. بابا یک آدم موسوید بود است. من طلبه صنف ششمی هفتمی هم موسویدیش چسباندن. خودم رو نمیشناسم سالک کردن. های قصه کوتاهی بازی کردیم. بعد همین کردی همین کروژه دیگر نبر اومدم. بله، در نورسی از او بابا ساختند. روی صحنه پیرمرد نورانی پرحکمت را آفرید، البته که تا جای توانایی. و این پیر سفیدی زیاد بار آورد در روزگارش که کنون به پیری رسیده هنرش. وقتی دنبال خاطره ها می رود، وقتی از دیروز و امروز هنر قصه می کند، احساس می شود که یک آسمان محبت به دنیا و آدمهاش دارد که از چشمه هنر تشنگی شکسته. احساس می شود که هنرش چون گل شمعدانی نه فقط فضای روح و روانش را منور کرده، همچنان روشنی بخش عالم معنوی یار و دوستان و شاگردان و مهمتر از همه تماشابینان گردیده. خب گرفتیم. Assalomu bo'lsin. سلام. Asbadona dar berun monde. Asbadon bisor logar shuda. Sago nakhurandаш. شیطان تو مرا با مسخره میکنی. Asbadon sago quran bias pishkhila Amerika beradi. حشرات تو اساس اگر ساعت از کلیدکا خلوندی پورته میشکنم. فهمیدی؟ تشینه یا بازی کنیم آرام شو. چی میخندی تو؟ چی میخندی؟ با جایی که سرت نصیحت کنید با میخندی. بیا و بچه‌ت سیده رفته عقلش کودکا برین و زن دادن در کار. آخر اگر من نخواهد من چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ یک خینچه کبیر در همین گردی پاش جک پیچانش و چه زن نگیره. بازی کن. عصبی نشو بیا بازی کن. خودم را خوشبخت حساب میکنم وقتی که من با محمد جان قاسموف، اصلی برهانوف، صافیه تویبای و عبدالرزاقوف، حتی محمد جانوف، محمود واحیدوف و بسیار این شمس جرایف با اینها همراه کار کردم. یعنی یک مدتی کوتاه باشدم و یک سبقی هم آدمگری، انسانگری، حرمت و عزت، جای شیش را دانستن، سخن گفتن، کدام وقت ممکن، کدام وقت ممکن نیست. بسیار چیزا از اینا آموختم. وقتی که اینا می آمدم ما از جا می خستیم. همینقدر یک صلاباتی می داشتن که یعنی نه اینکه ترس بلکه حرمت عزتشان بلند بود. من خود را باز این جهت خوشبخت حساب میکنم که یک دوره اینم یک 10 12 سال 13 سال من با تئاتر لاهوتی یعنی قدم های اولین من اول در خوجند در تئاتر کوالی خوجند یک 6 ماه کار کردم. بعدی من خدمت حربی گرفتن. اساسا میگیریم از همینجا سر شد یک مدت زیاد طولانی 13 سال من اونجا همچون هنرمند شد کار کردم. بسیار دوست می داشتم تئاتر را، بسیار ذوق میکردم، از ناامدها ذوق میشدم، از موفقیت ها خرسند میشدم. یعنی همین تکرسی من تئاتر اساسا تئاتر لاهوتی. کارگردان حاجی قل رحمت اللهیف، خوشنظر میبلیف، عبدالرزاقوف، تورخان احمد خانوف، الکساندرین، میرالی بیکوف، فاروق قاسموف، والیر احدوف کار کردیم. یعنی با همین با رژیسورایی که از روسیه می آمدن اینجا اسپکتاکل می ماندن، دیتسیک بود کار میکرد. با یک نفر دیگه بود
در یادم نیست فامیلیاش. کی را بیشتر خوش میکرده؟ کاری الکساندرین به من خوش آمده بود. حاجی خود رحمت اللهیف و Валерий Ахадов, или Ахмед. Основная банда басмачей. Здесь Курбаши Гаюрбек и Юсуфбек. Фузаэль Максум и Хурамбек. А здесь Рустамбек. Рустамбек? Он же был за Пянжем. Рустамбек уже перешел Пянж. Черт, холодно. Простыл совсем. По имеющимся у нас в штабе фронта данным, он расположился лагерем в районе Черного перевала. Дорогу на Душанбе перекрывает стальной полк Михаила Кобрина. А в полку Кобрина 120 сабель. Да, маловато, конечно. Но басмачи всегда превосходили нас в численном отношении примерно в 5-6 раз. Так что положение нормальное. Положение отчаянное. Я уже неоднократно докладывал штабу фронта о тактике Рустамбека. Поздней осенью он распускает большинство людей по домам, а весной они возвращаются. Я это знаю. Так вот, Рустамбек и на этот раз хочет собрать под свои знамена всех. Понятно? Всех, кто был раньше с ним. Это даст ему не менее 4000 сабель. Да, хорошо обученных басмачей, имеющих большой опыт борьбы с нами. Вот именно. Есть сведения, что Курбаши Юсуфбай, враждующий с Рустамбеком, ищет с ним примирение. И еще. Юсуфу известны оружейные тайники бывшего эмира. Если Рустамбеку удастся... هنرمند عبدودود فیضی در فضای هنر چندان و گرد بود در آسیا سنگ تئاتر. اگر نمایشنامه می آمد روی صحنه بسان دریا، هنرمند دریانورد را می ماند که می کوشید با کوشش ها، با تلاش ها، با طلب و پرخاش ها به ساحل مراد بیننده هوشمند برسد. عبدودود فیضی روی صحنه بسان پرستنده به همتای زیبایی با روح نیمه فرهنگی و نیمه خاوری زندگی و ایجاد خوب و خوش و گرم و پر از تپش را آراسته بود برای خود و برای مخلصان هنر خویش. چون هنرش از حضور هنرمندان اصیل، از حضور هنرمندان زحمتکش، دانشمند و بیداردل و هوشمند را که تئاتر آن سالها در بغل داشت بهره برداشته بود، دیگر گلدسته خوشرو و خوشبو و پرنکهت را میماند در پیش نظر بیننده. Банда Раджаббека. Это он теперь стал Раджаббеком. Этот новоявленный Раджаб из игры выпадает. Если позволите, я потом объясню. Товарищ Караваев, а вы уверены в достоверности данных разведки? Последний бой подтвердил достоверность данных Гула. Товарищ Караваев, точное время нападения банды Ибрагимбека и Ас-Садулобека нам неизвестно. Время тревожное. Надо усилить наряды и повысить боеготовность. Держите постоянную связь с Душанбинским гарнизоном, чтобы в случае необходимости мы могли прийти к вам на помощь. تئاتر این آینه است. خودتون رو میبینید. یعنی اگر شما تماشابین باشید شما خودتون رو میبینید. همون نقشی که مثلا قهرمان بازی میکنه، شما هنرمند باشید، شما یک روز گدا هستید، یک روز شاه هستید، یک روز یک اوباش هستید، یک روز یک شخصی بدرفتار هستید، خوشرفتار هستید، هر روز شما دیگر شده میستید. تماشابین از حساب برآمد شما، از حساب نقش آفریدن شما یک چیز برای خودش میگیرد. این یک مکتب است. تئاتر این یک مکتب، این آینه زندگی بود. و هر روز برنامه یک مکتب رفتن آمدن شما رو خسته نکرد؟ من باز میخواستم باز مشق خوب باشد، باز نقش های زیاد باشد، بسیارتر بازی کنم. بدونید من یک مدت در تئاتر رفتم،
خمار تئاتر میگیرید. من تا به تلویزیون عادت کردم یک مدت زیاد بگویی ها کار نمیکنیم، نمایش رو ثبت میکنید میسپارید، بگویی ها آمده روی پرده تئاتر لاهوتی میشتم تا سرشویس بیدم. ثنا به این صداقت، ثنا به این اعتقاد، به این اعتماد. پاینده که بود این همروانی و این همزبانی با چی جور میپاکند از درگاه مهر و وفا از تئاتر یک زمان، اما چشم دل نتوانست بربستن با همه کوشش ها و با همه قهرها و تلاش ها. زحمت در تلویزیون واقعا هم بار آورد. به حیث کارگردان کاردان اعتراف شد، احترام را قایم گشت، اما دل که می سوخت پیوسته در فراق تئاتر و صحنه. غم بیماری صحنه شد، به یاد آبرزها آب و ادا گشت و بالاخره باز بهر رفع خستگی از صحنه و تئاتر درمان جست و برگشت باز به تئاتر و درمان درد خویش را دریافت. السلام علیکم پیرم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. چرا دیر کردی؟ 2 هفته زیاد شد که از تو نه نام از تو نه نشان. دلم خواطر شد. مبادا با تو یگان حادثه ناخوش روی نداده باشد میگویم. نه شین. تشکر. خوش باشی نویگری ها مرا خرسند میکنی؟ در برابر کتاب های تبلیغاتی استاد باز انتقال حجم زیادی سفیدی را حل کردیم که از فروشی آن مبلغ زیاد به دست می آید. استاد لبای چند وقت شده است که دلم غش میکند. پسکنده ای گبر و گویمان. خب استاد گفتگی بر این انا این از نوگ خمیر فطیر، این بسته های سفیدی را بابای کریم از دوستانی برون مرزی امان گرفته است. دین به خانه هم آوردند. مرحمت بینید. در اینجا چند کیلو؟ 20 کیلو. و دوستانمان گویی که در آینده به ما دیگر کتاب ضرورت ندارد. خوب این در اول برای برقرار کردن روابط لازم بود. می نویسد عبدالودود فیضی، گاه دم صبح، گاه سر شام و گاه در دل شب. وقتی عروس تب به جلوه می آید دیگر در کرته نمی غنجد. از کاغذ و از قلم علم می گیرد. از پیچ و تاب زندگی می نویسد. از شیب و فراز ها، از سیاهی و سفیدی ها، از مغز هستی. از زندگی می نویسد که شور دارد، شر دارد، می گریاند، می خنداند و شکوه را نمی پسندد. برای آلگی فردا می نویسد. ساده و آزاده و هدفمندانه می نویسد. و چندین اثرهای عبدالودود فیضی در صحنه‌های تئاترها از جمله طاهر و زهرا در صحنه تئاتر ولایتی موسیقی مضحکوی ولایتی به نام کمال خوجندی، نیکی بیماند جاویدان در تئاتر تماشابین نورس شهر خوجند، سیب طلایی، کلوار سحرناک، سرگذشت دو بوزیچه در تئاتر موسیقی مضحکوی ولایتی به نام عطا محمد جان، طاهر و زهرا در تئاتر موسیقی مضحکوی ولایتی به نام سید علی ولیزاده، گلپری و ربا و خرگوشک
در تئاتر جمهوریوی درام موسیقی ناحیه دنغره تهیه شده پیشنهاد طبع لطیف بیننده نیز گردیده و این توجه البته که یک آسمان فرح را در قلب دراماتورگ به تپش آورده باشد همچنان یک کوهننگ مسئولیت را نیز به شانه های ایجادکار بار کرده. دیگر اصلا که حق ندارد که ننویسد، باید که بنویسد و برای به صحنه آمدن اثرهای ملی در قطار دیگر دراماتورگان تاجیک سهم نظر است داشته باشد. من از دوره دانشجوییم بعضی چیزهای کلاسیکون غرب را که به من معقول میشد ترجمه میکردم به زبان تاجیکی، لیکن به خودم معقول نمیشد. یعنی از سببی که من نه اونقدر لغت زبان تاجیکی را خوب میدونستم، چون من قریب که زبان تاجیکی در دانشگاه خواندگی نیستیم، ما زبان روسی خواندگی. از همین سبب ما همین بایگری لغتی میدونستیم، همین چیزی که از مکتب میانه ما بود دادگی. مکتب میانه من مکتب شبانه تمام کردگی. انا همه قدر دانش کردی. خیلی خودآموزی از خواندن کتاب. یک بار نوشته بودم یک اثر قبول شد در تئاتر خلقی ارژن گزاباد حاضر وحدت نمایش دادند، بعد ویرا از طریق تلویزیون هم نمایش داده بودند، با نام سفارش بود و اثر دیگه من مضحکه نوشته بودم، ویرا قبول نکردند. بعد یک دل مانده شدم و دیگر بس کردم. از سال 77 تا 2005 حساب کنید 23 سال با 28 سال ننوشتم هیچی. بعد یک کتابخانه در آمدم که افسانه های خلق تاجیک برآمد، این معقول شد گرفته خواندم. افسانه طاهر وزیر رو معقول شد، گفتم بیا من پیسه کنم، همین چیز تپه تیار. گفتم پیسه کردم، پیسه نوشتم، خیلی عذاب کشیدم. فکر کردم تپه تیار آسان، پیسه کردن آسان، عذاب کشیدم. بعد با همین رفیقانی که ژورنالیست هستن، زباندان هستن، شاعر هستن، نویسنده هستن، با اونا چند نسخه چاپ کرده دادم، گفتم اینا تحریر کنید. نوشتم سال 2005 و 2007 تئاتر کمال خوجندی روی صحنه آوردن. دیگر ننوشتم. با بعد رفیقم در وزارت بود، گفت که اکنون نوشتن سر کن، من نوشتی، من تئاتر مانده است، با دیگر تئاتر رو میمونن، همین کردین بس نکنون. ما نوشتیم، چیزی بچگانه نوشتیم و هم روی صحنه آمد، گفتن که اکنون سر کن نوشتن گرفت. بعد عادت کردیم. بعد فقط چیزای بچگانه نوشتم، برای بچه‌ها نوشتم. خیلی تئاتر گرفتم میموندن، تئاتر قرآن تپه، تئاتر کلوب، تئاتر نورسان خوجند ماندن. بعد گفتن که تا که چیز بچگانه مینویشم، اون کلان سالا من نوشت. گفتن میترسم. میترسم. چرا میترسی؟ گفتم زبان ندارم. تکنولوژی همون نوشتن اثرم میدونم، لیکن زبانم سوست. گفتن نوشتن که زبانت اسلام میشه. های بعد نوشتن سر کردیم، نوشتیم. این مواد گفتیم، و مواد کن چیز نمیرسه، شعر گفتیم، و کردیم. همین کردیم اندرمان شدیم، بند شدیم. بعد دیدم که همین چیز من بند شدم. همین کردیم خودم من یک بند کردم کار کردیم. در جایی کارم که کمتر بند هستم، همین که بیکار نشینم، همین کردیم خودم بند کردم. یعنی یک چیز نوشتم و چند تا چیز میگیرید میخونه، چینوس میشید، یعنی میکوبید، همون چیز معقول نمیشه. یا وقت میبینید نظم میرود، یا وقت میخواید شما خودتون ژورنالیست میدونید، یا وقت میبینید نظم میره، وقت نمیرود. همین یک روز همونجا بند میشید، یک سوت که بند میشید، خوابتون نمیبرد، میشینید. یکی خواب میبینید اومد، جوگه خواب اومد، همون چیز همه خسته روش که گرفته قلم گرفته در نوشتن سر میکنم، پگوی بعد میگیرم با اصلاح میکنم. و آیسته آیسته من کامپیوترم ما یاد دادم، کامپیوتر با کار کردن که نه کار کرده با دیگه نمی با پشتش بمینید، با این خط میزنی، این خیلی نیو همونجا خود کار میکنی، با اصلاح میکنی. همه خیلی شوخی
15 تا 20 تا اثر شد. شوخی نومی دراماتورگ در اومده. شوخی بازی شد نشد. ای خدا مشکل مانده ایستادن. هم آموختن، هم بازیدن، هم نوشتن معنی زندگیش گشته دیگر. بر روزگارش ریب و رنگ آورد این تلاش ها. زندگی را دوست داشت با همه شیب و فراز ها و در همه مرحله زندگی از مشکلی نترسید، چون در برش عزیزی دلش، یاری قدیم و ازلیش، همدم و حبیبش بود. در یک جایگی می پنداشتند که دنیا دارند، خانه مهر خود را بنیاد کردند با خشت صداقت، با شیفت محبت، با لطف مهر و سخا و همت. چون راست رفتند و راست گفتند و راست دیستند، برکت زندگی را دریافتند که خوش به حالشان و باد و حلالشان. Пора бы уже домой. Маша! Пожар, говорят, стихает. Где же Маша? Маша! 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 Ой. Ой. Утомился. Оля, Оля, Оля! Милая моя Ольга! Я часто думаю, если бы не Маша, то я на тебе бы женился. Ты очень хорошая, Ольга. Замучился. Вот, как нарочно у доктора запой. Пьян он ужасно. Кажется, он идет сюда. Я лучше спрячусь. شکر میکنم از پروردگار که همین قطر من به مهربانی کرده است. از پیری میترسی؟ نه، نمیترسم. من اکنون نمیترسم. از مرگ چی؟ از مرگ نه. من مرگ دیدم. گفت از مرگ نمیترسد. واقعا چرا باید از مرگ ترسید؟ وقتی رفتند و رویم و باز آیند و روند. مرگ آخرین سوال است که از هر انسان جواب ناگزیر میطلبد. کی بودی؟ چی کردی؟ چی گذاشتی؟ اگر پاسخ این سوال ها را در ذهن پیدا منماییم، دیگر قدرت ما زیادتر است از قدرت مرگ. یعنی به حق است هنرمند عبدالودود فیضی مرگ را باید پذیرفت و شایسته. Маша меня любит. Моя жена меня любит. И оконные занавески тоже вместе с коврами. Сегодня я весел, в отличном настроении духа. Маша, 4 часа сегодня мы встречаемся у директора. Устраивается прогулка всех педагогов и их семейств. Не пойду я. Почему? Дядя, пусти ее, Милая моя Маша. Хорошо, я пойду. Только отстань, пожалуйста. و هم سالانم میگم که شکر کنید که خداوند به شما خیلی عمر داده است. و جوانا و نبیره ها نصیحت میدیم که خوشگفتار، خوشرفتار باشند، با آداب باشند، حرمت کلان را دانند. تماشابینان مخلصان تئاتر، تماشابینان تلویزیون، شمایان هستید و ما هستیم. ما با شما زنده هستیم. هر یک خرسک شما، کفکوبی شما ما را وادار می سازد که باز بیشتر بالای ایجادکاری، بالای نقش خود کار کنیم، زحمت کشیم تا که شما آمده از تماشای
نمایش ما از تئاتر خرسند برآمده روید. اگر یک لحظه هم شما در همین نمایش های ما با خود یک چیزی را هم قبول کنید، اگر ما از این شاد میشیم که ما 100% هم نباشد 1% هم باشد به شما یک کمکی کردیم که برای زندگی، برای عمر خود، برای آینده خود مثلا فکر کنید. تئاتر با تماشابین زنده است. زنده باشید دوستان عزیز، سلامت باشید. دیگر قضاوت شما راست، بیننده ما.